سلام. ما اومدیم دوباره با یک کتاب جدید. سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. و این بار قراره از ایتالیا به فرانسه پرواز کنیم. دفعه پیش در مورد کتاب دفترچه ممنوعه از ادبیات ایتالیا با هم صحبت کردیم. حالا کسایی که ویدیو رو ندیدن از طریق چنل هرستوری کلاب میتونن ویدیوی قبلی رو ببینن و این بار میخوایم بریم فرانسه و پای قلم لائیتیسیا بشینیم و قراره در مورد کتاب بافته با هم صحبت کنیم که کتابی که ما خوندیم ترجمه نرگس کریمی و نشر نیماژ هستش. اما قبلش کسایی که تازه به ما اضافه شدن: من سمیرام و منم زینبم. همونطور که سمیرا گفت این بار قراره که در مورد کتاب بافته نوشته لایتیسیا کولومبانی پرفروش‌ترین رمان فرانسه توی سال 2018 صحبت بکنیم. این کتاب در واقع کتاب بافته اومده در رابطه با سه تا داستان سه زن قوی صحبت کرده که از سه تا قاره مختلفه. داستان با در واقع کتاب با داستان اسمیتا از هند شروع میشه و بعد جولیا از ایتالیا و در آخر هم سارا از کانادا و به همین ترتیب ادامه پیدا میکنه فصل به فصل. به همین ترتیب در واقع داستان این سه شخصیت روایت میشه توی کتاب. کتاب در مورد شجاعت، امید و اینکه چجوری زندگی آدما به همدیگه بافته میشن و صحبت میکنن. زینب، یه سوال: اگر در واقع به جلد این کتاب فقط نگاه میکردی و وارد کتاب نمیشدی، به نظرت بافته چه چیزی رو به تو القا میکرد؟ ببین، من چون تو کتاب خوندم واقعا نمیتونم به این سوال جواب بدم. چی فکر می‌کردی؟ من اینجوری بودم که کتاب بافته یه رمانیه که در مورد یک شخصیت صحبت میکنه. حالا اون شخصیت هم حالا میاد در رابطه مثلا با زندگیش که این که چجوری مثلا مشکلات زندگیش پشت سر هم اتفاق میفته و در آخر هم یه راه حلی میده. اصلا تصور اینو نداشتم که با همچین داستانهایی روبرو بشم. آره، منم که واقعا این کتابو خیلی دوست دارم. بعد یه جوری نشون میده که زنان کلا به همدیگه وصلن و مثل همین ساده ترین مو رو که میبافیم ساده ترین نوعش سه تا بخش دیگه. میدونی با موهامون رو سه بخش میکنیم و میبافیم. این که نشون میده زنها کلا به هم وصلن و حتی شاید هم همدیگه رو نشناسن و نبینن. دقیقا چه تعبیر خیلی خوبی داشتین که از مو رو سه قسمت میکنیم موقعی که میبافیم و دقیقا هم اینجا هم انگار اون موه سه قسمت شده و از سه جای مختلف بدون اینکه مهم. هیچ اطلاعی از هم دیگه داشته باشن. آره. خب اگه بخوایم در مورد شخصیت داستان ها صحبت کنیم، همونطور که گفتیم با جولیا شروع شد. داستان ما با جولیا اسمیتا. شروع میشه. ببخشید. داستان ما با اسمیتا شروع میشه از هند که اسمیتا یه زنی از طبقه دالیت هنده. طبقه دالیت هم اگر خیلی عامیانه بگیم میشه یه حالت طبقه کسانی که مدفوع آدم ها رو جمع میکنه، یعنی شغلشون اینه و مردم به چشم نجس بودن بهشون نگاه میکنه. و برای اینکه اسمیتا در واقع اسمیتا شوهرش و لالیتا دخترش با هم زندگی میکردن. اسمیتا برای اینکه لالیتا وارد کاری که الان خودش داره انجام میده نشه و بخواد دخترش رو از فقر رو دور کنه، تصمیم میگیره که در واقع از این تبعیض فرار کنه، دخترش رو بگیره دستش و بدون هیچ چیزی، بدون اینکه به این فکر کنه که هیچی تو زندگی نداره و هیچ پشتوانه ای نداره، شوهرش رو به خاطر در واقع اون فکر همراه نبودنش رها کنه و با دخترش فرار کنه که دخترش فقط بتونه بره مدرسه و دیگه اون کاری که اسمیتا میخواست انجام بده رو دخترش انجام نده. اسمیتا حتی موقعی رفتن به شوهرش هم فکر کرد، این که یه آدرسی براش گذاشت که اگر که نظرش عوض شد و اون ترس از وجود همسرش رفت بیرون بهشون ملحق بشه. میخوام بگم که ببین، توی حتی این شرایط به همه چی و همه کس فکر میکنن.
دقیقا اون حس مادرانه بودنشه دیگه. یعنی درسته همسرش رو رها کرده ولی بازم دلش پیشش بود، چون یه سری کارها اون هم مجبور بود این کارو بکنه برای اینکه یه قسمت جونش رو باید انتخاب مهم. میکرد. یه طرفم این بود که من آزادی دخترم رو انتخاب میکنم. حالا آزادی دخترم اگر نشد هم نهایتا من جونم رو از دست میدم. مبارزه کرده، هم مبارزه میکنم میجنگم از دنیا میرم اگه قرار باشه از دنیا برم، یا این که نه فقط بشینم و همون ادامه دهنده راه باشم و لالیتا همون کاری رو که قبلا انجام میداد و انجام بده. به نظرم یه آره. حالت، در واقع اگه بخوایم بهش نماد بدیم اسمیتا میشه اون نماد شجاعته که هم جون خودش رو هم جون دخترش رو کف دستش گذاشت بره. این زنا هر کاری، مخصوصا اونایی که حالا مادر شدن یا حالا چه با انتخاب چه بدون انتخاب کردن، نمیتونیم هر کاری که میکنن و اسمشو بذاریم حس مادرانه. مهم. میدونی؟ در واقع میشه اون نقدی که وجود داره، آره. چون یه بار سنگینی میندازه روی آره، هم انسان حس بعد از مادرانه، جنس. همین که من گفتم که مثلا برای همسرش یه نوت گذاشت که آدرس گذاشته که اگه ترسش از بین رفت و تصمیمش عوض شد بهشون ملحق بشه. اه، زنا فکر نمی کنم که باید مادر همسرشون باشه که ما اسم اون رو دوباره حس مادرانه بذاریم. میدونی؟ آره قبول دارم، اصلا به این قسمتش اینجوری نگاه نکرده بودم که در واقع اون حس مادرانه داره این حس رو هم به همسرش میده که مادر همسرش میشه به جای اینکه همسر همسرش باشه. نه، فکر میکنم منظورم رو اشتباه رسوندم. این که من میخوام بگم که اسمیتا انقدر حواسش، ببین مثلا با اینکه اصلا مدرسه نرفته بود و با اینکه توی جامعه بود که کلا یه آدم انجم کن بود، خب، و مثلا آدما مدفوع خودشون رو کثیف شاید نمیدونستن ولی اسمیتا رو میدیدن. بعد با این حال مهم. این آدم یه جوری یه چیزی رو برنامه‌ریزی و مدیریت کرد که به همه قسمت ها، حتی مثلا دوچرخش رو سر راه گذاشته بود، غذا رو جمع کرده بود، بعد حتی به این فکر مهم. کرده بود که با اینکه سواد نداشت مثلا آدرس رو کشیده بود توی یه کاغذی که بذاره مثلا برای همسرش. من فقط میخوام بگم که این آدم چه مدیر خوبی بوده، نه اینکه مثلا بگم حس مهم. مادرانه یا حس هر چیزی. آره. دقیقا نمیتونیم همین. بگیم هر کاری که زنا بکنن بگیم وای حس زنانگیش یا حس مادرانش. زنها میتونن هر کاری بکنن بدون اینکه حالا برچسب اون زن بودنشون رو بزنیم روی چیز. میدونی منظورمو؟ اون نمیدونم قدرت رو درست دارم، آره آره. متوجه شدم اون. بریم روی شخصیت جولیا. جولیا توی شهری به اسم سیسیل توی ایتالیا با بحران خانوادگی و ورشکستگی کارگاه کلاگیسازی روبرو میشه. اه، اینم ادامه دهنده یک زنجیره مردانه هستش. اینکه ببین توی کارگاهشون اینطوریه که وقتی وارد دفتر کارگاه باباش میشه، عکس مثلا مردهای نسل اندر نسل روی دیواره، همونایی که این کارخونه رو چرخوندن و تا الان پابرجاست. و ادامه دهنده این کارخونه کی میشه؟ جولیا. جولیا یعنی دوباره یک زنجیر شکن، در دوباره واقع یه یکی که زنجیر شکسته میشه، یه چیزی که مهم. همیشه ادامه دهندش خواه ناخواه از قبل تعیین شده بود یه جایی استوب میشه و یه آدم دیگه ادامش میده مهم. که مهم. اون جولیا باشه. آره. بعد حتی بعد خب توی زمانهای قدیم خب این کارخونه که مثلا آدما مو و فلان و اینا میخریدن خیلی چیزتر بوده، مردم بیشتر دوست م. داشتن این چیزا رو. آره. ولی هی که مثلا دنیا پیشرفته تر شده خب دیگه آدما نرفتن سراغ این. یعنی توی اون دوران هایی که اون مثلا پدر و پدر بزرگ و هر کسی دیگه ای که مثلا اداره میکردن با همچین چیزی اصلا روبرو نشده بود کارخونه، که موقعی م. که حالا جولیا چیز کرد، اه، مدیر اون کارخونه شد در واقع، یه جوری تونست اون کار رو دوباره مدیریت کنه دقیقا مثل اسمیتا که
باز این کارخونه خیلی بهتر از قبل حتی شد. من بخوام در موردش صحبت کنم، مهمترین قسمتش برای من اون قسمتی بود که جولیا دوتا خواهر و مادرش هم بودن و هر سه مهم. زن بودن. مهم. و باز هم اتفاقی که افتاد، جولیا توی این چرخه‌ای که وجود داشت وقتی میاد مطرح میکنه که من میخوام این کار رو انجام بدم، اه، مادرش مخالفت میکنه، خواهراش هم همینطور. و یه دلیلی داشتن، یعنی اون طرز فکری که داشتن، طرز فکرشون اینجوری بود که ما فقط میخوایم زندگی خودمون رو نگه داریم. ولی جولیا با توجه به اینکه تو کارخونه پدرش، در واقع کارگاه پدرش کار میکرد، و از طرفی هم به نظر من اون کتاب خوندن، اون دنیا دیدنه باعث شد که اه، جولیا در برابر تصمیمی که گرفته بود و در برابر مخالفت های خانوادش بایسته و بگه که من کاری که میخوام انجام بدم رو انجام میدم. و تنها به خودش و خانواده فکر نکرد، چون اون کارگاه 1000 نفر دیگر رو هم داشت که 1000 نفر زن بودن و اون 1000 نفر زن رو تونست حمایت کنه و دستشون رو بگیره و ادامه دهنده راه پدرش باشه برای حفظ آره. کارگاه. اگه که مثلا حالا کتاب آدم بخونه بیشتر متوجه میشه و درک میکنه که چقدر حالا جولیا با اسمیتا ربط داره. مهم. درسته اصلا کلا یه جای متفاوته، توی یه موقعیت متفاوت تریه، بعد ولی ته ته تهش دوباره شبیه همن، دوباره همون تبعیضه، دوباره همون. مثلا مامانش حتی یه جایی میگه که چون کارخونه چیز میشه، داره ورشکسته میشه، تو برو مثلا با اون آدمی که پول داره ازدواج بکن. میدونی؟ حتی آره. با اینکه توی ایتالیا داره زندگی میکنه. این خواه اینجا ناخواه انگار همه چی در هم. مورد یک زن، همه چی توی قسمت، یعنی یه سری، نمیتونیم بگیم همه چی، یه سری شاخص ها هستن که برای یه زن همه جا مشترکه، ولی اه، مثلا توی هند یه جور دیگه بیانش میکنن، تو ایتالیا یه جور دیگه میگن، یا مثلا تو آمریکا یه جور دیگه میگن. ولی نهایت وقتی ریشهش رو پیدا میکنیم، ریشه همشون یکیه. یکی یعنی دقیقا آره. اون نقطه اشتراک وجود داره. مهم. آره. حتی یه دوست پسرم داره که حالا دوست پسرش ایتالیایی نیست، ولی باز اه، پنهانی داره اون دوست پسر رو. چرا؟ چون ایتالیایی نیست و ممکنه که اطرافیانش و خانوادهش اینجوری بشن که خب تو نمیتونی با این ازدواج بکنی چون از ما نیست، چون مثلا موهاش بور نیست. میدونی؟ همون تبعیض نژادی و اینها. مهم. حالا اون تبعیض نژادی توی جولیا میره به ملیت، که مثلا حالا کمال که باش در ارتباط بوده میشه ملیت، ولی وقتی وارد دنیای اسمیتا میشیم میشه اون اختلاف طبقاتی. باز هم یه مهم. تبعیضی وجود داره، آره. خواه نخواه. دقیقا. اگه بخوای برای جولیا یه نماد بذاری چی میذاری؟ ما به اسمیتا گفتیم نماد شجاعت. جولیا به نظرت چی میتونه باشه؟ نماد دوباره همون شجاعت میشه برای من، همین که انقدر شجاع بوده که دوباره وایستاده و دوباره تغییر داده و ادامه داده. مم. میدونی؟ از دل شکسته خودش رو بلند کرده. مهم. در واقع میشه نماد انگیزه و بازسازی کردن خودش. سارا رو میخوای توضیح بدی که چی بود، کی بود، سارا چی کار کرد؟ یک وکیل موفق در کانادا، با سرطان مبارزه میکنه. بعد این داستان درباره پذیرش شکنندگی بودنشه. یه نقل قولم داره این قسمت که یه جایی سارا میگه در مبارزه برای درمان عزت نفس رو فراموش نکن. سارا رو اگه من بخوام بگم، ببین اولش که داستان سارا شروع شد گفتم واو، سارا چه شخصیت، دقیقا همون شخصیتی که من دوست دارم باشم جاش. آره. مثلا اسمم تو رو مجله ها باشه، نمیدونم، همه بهم میگن وای چه آدم موفقی، بچه هاشو داره اداره میکنه، خونهشو داره اداره میکنه، از اون برم وکیل موفقیه که هیچ کدوم از دادگاهاش رد نمیخوره، یعنی همیشه وقتی وارد مهم. دادگاه میشه جواب مثبت رو میگیره. ولی وقتی کم کم داستان ادامه پیدا میکنه، میبینم این سارا چقدر نقاب داره برای خودش.
یعنی باز هم تونستم همزاد پنداری کنم باش که یه جاهایی من برای اینکه بخوام بایستم یه سری نقابا رو میزنم، کاری که سارا کرد، و همش ترس از دست دادن داشت، ترس ترک شدن داشت، ترس اینکه یه جایی با خودش که صحبت میکرد میگفت که مردا فکر میکنن زنا فقط برای کهنه شستن و در واقع جمع کردن زندگی و اینا هستن، به خاطر همین هیچ وقت مقامای بلندتر به زنا داده نمیشه، مگه اینکه اون زن بخواد از کل زندگیش بزنه و بتونه یه مقامی رو برای خودش بگیره. دقیقا کاری که خودش کرد. دقیقاً. و جایی که فهمید که سرطان گرفته، چقدر اون لحظه ها براش سخت بود. مثلا اون لحظه هایی که هی به دکترش میگفت که من مریض نیستم، اگه یه قسمتی بود میگفت که نوشته بود که من مریض نیستم، در واقع جامعه مریضه، شما باید برید اونا رو درمان کنید، چون اونا دارن کاری میکنن که منی که فکر میکنم، منی که آدم درسته هستم، نه که آدم درسته، منی که کار درست دارم انجام میدم مورد تبعیض قرار میگیرم. در واقع این من نیستم که مریضم و سرطان دارم، بلکه جامعه دچار سرطان شده. سارا واقعا از این ناراحت بود که میترسید که از کارش، از کاری که اون همه انرژی و زمان گذاشته بود، این همه مثلا چیز نیز از دست داده بود، مثلا خانواده‌اش رو از دست داده بود، همسرش رو از دست داده بود و فقط مثلا بچه‌هاش مونده بودن و باز هم مثلا میترسید که این کار رو از دست بده. به خاطر این کار از مهم. دست داده بود، یعنی همه این آدم ها یه زندگیشو و خیلی چیزای دیگر رو. بعد حقم داشت که بترسه. تا آخرم این کارو کردن، آخرم فهمیدن که مثلا این آدم مریضه، اینجوری شدن که این آدم دیگه به درد نخوره. فکر کن تو اصلا هیچ پرونده‌ای مثلا ردخور نداشت، اگر که مثلا پرونده‌ای که کار رو روش کار می‌کرد ردخور نداشت، حتی با وجود اینکه مثلا مریض بود ولی خب اونا خبر نداشتن، باز هم این آدم کارش رو درست انجام میداد. ولی همین که فهمیدن، اینجوری شدن که این آدم به درد نخوره، این آدم دیگه مثلا هر لحظه ممکنه که بمیره. خب در صورتی که هر کدوم از ما خبر نداریم که کی قرار مهم. تمومش که بدونیم. قراره دقیقا. ولی با این آدم انقدر بد رفتار کردن و انقدر خود سارا هم یه جایی میگفت که انقدر اینا یواش یواش به من گفتن که دیگه جات اینجا نیست، که انگار مثل یه مرگ تدریجی بود براش. مهم. یه جایی هم خود سارا گفت مثلا توی پرونده ها این آدم میرفته مثلا در مورد تبعیض، همون تبعیضی که تو گفتی، توی پرونده هاش ازش استفاده میکرده. این که گفت من اینو حفظم، که هر گونه تفاوت اعمال شده بین افراد به دلیل ملیتشان، جنسیتشان، موقعیت خانوادگیشان، بارداریشان، ظاهرشان، نام خانوادگیشان، وضعیت جسمانیشان، معلولیتشان، ویژگی‌های ژنتیکیشان، آداب و رسومشان، گرایش جنسیشان، سنشان، عقاید سیاسیشان، فعالیت‌های حزبیشان، تعلق یا عدم تعلقشان به یک قوم، نژاد یا یک مذهب خاص، چه قطعی باشد و چه احتمالی. هر موقع هر کسی که بهت یه توهینی یا هر چیزی نسبت به این چیزا کرد، اون تبعیضه. و سارا اینا رو مهم. دید. ببین فکر کن تو یه آدمی باشی که بدی از آدما دفاع بکنی، بعد یهو خودت خودت همونا رو مورد حمله ببینی. قرار بگیری. آره. فکر کن به خاطر بیماریت. بازم اگه بهش فکر کنیم انگار دقیقا سارا اومد همه اون چیز رو که اسمیتا گفته بود، جولیا گفته بود، سارا اومد همه رو تو این جمله که تو خوندی، تو این پاراگرافی که تو خوندی، همه رو آره. اومد آره. اسمیتا یه جوری مورد تبعیض قرار گرفت، جولیا یه جور دیگه، و حالا سارا. وقتی اول داستان سارا شروع میشه، بلا استثنا وقتی تو به این فکر میکنی که یه زن اسمش و تمام عکسش و حتی اسمش، که وقتی اسمش برده میشه توی کارش، همه بدون شک میگن که این آدم برنده است و این تبعیض ها وجود داره براش، خواه نخواه. دقیقا این آدمی که انقدر سعی کرد که مثلا خودشو با جامعه، با اون وقت جامعه بده. کاریه وقت بده، بازم در نهایت اون تبعیضایی که همه زنا میبینن رو دید. میدونی، یعنی انگار اینجوریه که تو هر چقدرم خودتو بخوای چیز بکنی، برای این جامعه انگار کافی نیست هیچ وقت. اون جمله میشه که زن و مرد با هم برابرن ولی مردها برابرتر.
واقعا همینه. یعنی میگم بازم اگه خاطرت باشه در رابطه با دفترچه ممنوع هم همینو گفتیم که خواه ناخواه اه، فقط شکل و شمایلش فرق میکنه. این سه تا آدم یه جایی به هم وصل شدن، اگر در موردشون همینطور که صحبت کردیم نقطه اشتراک های خیلی زیادی داشتن، فقط انگار اونجا جامعهش هنده، جولیا جامعهش ایتالیا میشه، سارا جامعهش آمریکا میشه، بعد من جامعه میشه آسیا. یعنی هر کدوممون یه جوری قشنگش میکنن تا یه جایی بازی، نمیگم بازیمون میدن، میگم به نظرم این درستره، تا یه جایی ما اینو قبول میکنیم که داره برابری اتفاق میفته، ولی یه جایی میفهمیم که نه، دقیقا سر بزنگاه به این نتیجه میرسیم که بابا یه جور دیگه داشتن بهمون مهم. میگفتن، جمله رو داشتن برامون برعکس میخوندن که ما دیرتر متوجهش بشیم. آره آره، اینو تو قسمت سارا آدم خیلی خوب میفهمه. میگم سارا اینا رو جمع کرده و یه جا گفته. چون آره، حتی اگه بیرون هم نگاه کنیم، میگم اصلا سارا از اون شخصیت هایی بود که من دوست داشتم جاش باشم، ولی هر چی پیشتر میرفت میدیدم به واقعا یه خودت جاهایی نزدیکتر داره میشدی نه؟ کارش. دقیقا این سمیراست. آره، این دیگه سمیراست. در کل اگه بخوایم بگیم اه، بافته خوندنش برای همه ما، مخصوصا زنها، ضروریه. اینجوری به نظرم با خوندنش متوجه میشیم که چقدر به هم وصلیم، چقدر به هم نزدیکیم، هرچند دور، هرچند ناشناس، ولی همیشه کنار همیم. و این خیلی برای من این کتاب رو دوست داشتنی تر میکنه، این که میفهمم که مهم نیست که اون مال کدوم؟ همراه من، همراه شونه به شونه من ولی نامرئیه، کجاست و چی کار میکنه، ولی هست. میدونی بعد این کتاب میفهمه آدم که تنها نیست. و حتی تا الان که به اینجا رسیدیم، حالا هر جایی، یا موقعیت تو فرق میکنه، موقعیت من یا هر کسی دیگه فرق میکنه، ولی باز هم اگر که بخوایم مرور بکنیم اینجوریه که میفهمیم که ما هم همین روش بافته رو داشتیم تو زندگیمون تا الان و قراره که داشته باشیم. خواهناخا یه جایی باعث شدیم که یه زن دیگه بلند شه. خواهناخا یه کاری، یکی دیگه یه کاری برای ما انجام داده که ما بلند شیم. در واقع دردامون متفاوت بوده، ولی همون نقطه اشتراکی که تو گفتی، همون قسمتی که نتیجه همون نتیجه مشترک، فقط میگم بازم همون درداست که متفاوته، دو بعد تفاوت تجربهش میکنیم. ولی یه چیزمون ولی مشترکه که اونم هست امیدمون. دقیقا همه ما این امید که داریم. هممون یه امیدی داریم. احساسی که مرا در بر گرفته بیمانند است. هیچ کس شاهد آن نیست. یک شادمانی است که به من تعلق دارد. لذت یک کار پایان یافته. غرور از انجام کاری که به خوبی انجام شده. مثل یک کودک در مقابل تصویرش میخندم. به این موها فکر میکنم. به جایی که از آن میآیند. به راهی که طی کردند. به راهی که هنوز باید بپیمایند. میدانم که راهشان طولانی است. آدمهای زیادی را خواهند دید که من هرگز نخواهم دید. چه اهمیتی دارد؟ سفر آن سفرهای من هم هست. من اثرم را به این زنها تقدیم می کنم که به واسطه موهایشان به هم مرتبط می شوند، مثل رشته بلندی از آدمها. به کسانی که دوست دارند می آفرینند، امیدوارند، می افتند و دوباره برمیخیزند، هزار بار، هزار بار که خم می شوند اما از پا در نمی آیند. من مبارزاتشان را می شناسم. در اشکها و شادیهایشان شریکم. هر کدام از آنها تا حدودی خود من است. من فقط یک رابطم، یک خط پیوند ناچیز که قرار گرفته در خط تقاطع زندگی هایشان. یک رشته ظریف که آنها را به هم وصل می کند. به باریکی یک مو، نامرئی در جهان و به چشم. فردا دوباره شروع به کار خواهم کرد. داستانهای دیگری منتظرم هستند. زندگیهای دیگری، صفحات دیگری. این کتاب هم تموم شد و ما خیلی خیلی زیاد پیشنهاد میکنیم که حتما تهیهش کنید و بخونید.
و اینکه اگه کتاب مشابه دیگه ای رو سراغ داشتید که مثل این کتاب بوده خیلی خوشحال میشیم که بهمون معرفی کنید و سابسکرایب لایک یادتون نره و لطفا از ما حمایت کنید دیگه. آخرش صدامم گرفت. مرسی که همراهمونید. بعد همین، متشکریم. روز ممنونم یا شبتون ممنون. بخیر.